شما تا حالا دوست داشتید دختر بودی؟ به کجا نگاه کنی؟ اون با دور جلو بایستا نمیدونم. خب اونا بیشتر بهشون خوش میگذره، بعد دیگه روز پسر نمیخوان دیگه. نمیدونم، شاید به خاطر اینکه دخترها خیلی روحیه لطیف‌تری دارن، چون مثلا یه کسی هستن که مثلا میتونه به پدرش آرامش بده. روز تولد حضرت فاطمه؟ نه، تولد حضرت فاطمه. کجا به نفعم بوده؟ تو کارهای اداری به نفع، تو دعواها پول گرفتم. اون موقعی که من رفتم امتحان رانندگی، برای اینکه پسرا رو خیلی سریع رد می‌کرد، ولی منو همون دفعه قبول کرد. از اونجایی که نمی‌خوایم سربازی بریم به نفعمون کنیم. خب یه سری محدودیت تو جامعه‌مون هست که اونجا فکر کردم به ضررمه. میگم من چون بعد از دانشگاه رفتم تو محیط‌های کار، زیاد تو محیط کار شرایط خوبی نداشتم. احساساتشون چند کار رو با هم انجام دادن، کلاً خانم‌ها بهترن. خیلی ظریف‌ترن تو کارشون عمل می‌کنن، دقتشون خیلی بیشتره. ترسیمی خیلی قویان، چون من تو رشته‌ای که هستم دخترها کلاً ترسیماتشون خیلی قوی و خوبه، پسرا نه، فنشون خیلی خوبه. یه کسی رو بخوای قانع کنی، به نظر من یه دختر بهتر میتونه قانع کنه. تو کارهای یدی فقط. اون موقعی که توی فضای پسرشون کار رو خیلی دوست دارن، جمعشون خیلی تجربه های خوبی میده تا جمعه دخترها. اونا خیلی بیشتر خوب تحلیل میکردن تا فضای دختر. این که میتونن مثلا برای خانواده امنیت ایجاد کنن، به نظرم خیلی مهمه. چه قانون لغو بشه؟ حجاب. ولی درست، واسه کسایی که جنبه دارن. حجاب که خوبه. خوبه حجاب. این که به واسطه یه حجاب نذارن بگن که چون جامعه ما جامعه‌ای که باید حجاب داشته باشه، پس اینو نکنید، این کار انجام دختر اون برنامه این حجاب باشه، ولی هر چیز سر خودش دیگه. یه سری از قانون هستش که به نظرم به نفع دختر هست. به نظر من یکیشون حجابه، چون که میتونن با حجاب امنیت داشته باشن. اصلا خب این همه سختی دلم واسه پسرا میسوزه واقعا. مثلا من دوست داشتم برم سربازی. آره بچه‌ها باشن من میرم. گل. گله. روز قرمز قطعا. دریا آروم میکنه آدم. شاید منظر من شبیه گله. یه جاهایی همین که میگم، یه جاهایی معذب شدم که دختر بودم، تو محیط بودم. شاید تا چند ماه دیگه هم از ایران برم. به خاطر همین دختر بودن تو ایران اصلا دوست ندارم، اصلا هیچ وقت. من یه مدت دوست داشتم. به خاطر آزادیش. مرسی ممنون. مرسی، خدا. مرسی ممنون. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. مرسی. تشکر، ممنون. با اجازه خداحافظ.